بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و علیکم سلام. انصاف علی هدایت هستم و با 13مین برنامه از مهندسی جهل در خدمت شما خواهم بود. قبل از اینکه به این برنامه بپردازم، در رابطه با مسئله‌ای که امروز به اتفاق بسیار مهمی که امروز در آذربایجان رخ داد اشاره بکنم. در آذربایجان دولت فاشیست ایران فارس تلاش میکنه از احساسات ملی ملل ترک آذربایجان، ترک قشقایی، ترک ترکمن، ترک خراسان و دیگر ترک ها، عرب ها، بلوچ ها، لر ها و بختیاری ها، گیلک ها و مازنی ها، تالش ها و دیگران، کرد ها، به نفع مصالح خودش سوء استفاده بکنه. خب هر کدوم این ملت ها به دنبال یک امتیازاتی هستند و به خاطر این امتیازهایی رو به دولت مرکزی ایران میدن یا دیگر دولت ها، برای اینکه آدمی که یک طمعی رو داره، آدمهای دروغگو میتونن اون رو به خاطر اون طمعش فریب بدن. یکی از این ملل که بسیار فریب میخوره در 100 سال گذشته، واقعا خیلی خسارت هم دیده از این قبیل، کردها هستند. برای اینکه اینها بتونن یک کشور مستقل برای کردها ایجاد بکنن، هر دولت که خارج از منطقه باشه یا در منطقه باشه به اینها وعده بده، پول و امکانات و سلاح بده، تجهیزات بده، اینها در راستای اون هدفشون برای هدف این دولت منطقی یا خارج از منطقه می جنگن، کشته میدن. به هر حال به یه آرزویی میخوان برسن. برای این آرزو هم میگه آقا این هزینه، اون داره سلاح میده، پول داره میده، امکانات داره میده و من باید کشته بدم. سیاست یه بدبستانه دوستان. کسی که نخواد با دنیا آشتی بکنه یا رابطه برقرار بکنه یا بگیره و بده، نمیتونه در این دنیای واقعی زندگی بکنه. در دنیای ذهنش زندگی میکنه. اما در این دنیای واقعی باید ببینه که آیا واقعا منافع دیگر کشورها به این هستش که مثلا کردها مستقل بشن و آیا کشورهای منطقه میذارن؟ خب باید به این مسئله دقت بکنن. به هر حال کردها رو یه زمانی عراق سوء استفاده کرد، همزمان ایران سوء استفاده کرد در جنگ قبلی که در دوره محمد رضا بوده، در جنگ خمینی با عراق استفاده کرد، بعد سوریه استفاده کرد، بعد آمریکا استفاده کرد، بعد هر کسی که دلش میخواد میتونه از این کردها استفاده بکنه به خاطر این ضعف و همه هم ولش میکنن. یعنی عراق یه مقداری استفاده کرد، یه مدت طولانی استفاده کرد و ولشون کرد، ایران استفاده کرد ولشون کرد، آمریکا استفاده کرد ولش کرد و اینا. الان هم دوباره ایران برگشته و از کردها ظاهرا یه امتیاز میده به خاطر اون زیندشتی که در سیاست ایران به خاطر مافیا و ترورهای سیاسی که داره انجام میده، یه امتیازات سیاسی داره میگیره. مثلا میتونه 2 نماینده بیشتر بفرسته مجلس. چه تأثیری خواهد داشت در سیاست ایران؟ هیچ کسی، همه میدونن که هیچ تأثیری نخواهد داشت. چون فرض بکنید ترک ها در مجلس فراکسیون 110 نفره 120 نفره داشتن، ولی یک قانون که بخواد مثلا در مورد مالیات، در مورد بانک، در مورد فوتبال، در مورد زبان مادری، در مورد منافع مثلا معدن‌های آذربایجان، مدیریت معدن‌های آذربایجان، پولی که باید به آذربایجان به خاطر این معادن برگرده، هر چی
در مورد ترک‌های قشقایی یه استان بشن، نمیدونم در مورد ترکمن صحرا اسم ترکمن صحرا رو روش داشته باشه، به جای اون تقسیمش کردن به چند تا استان دادن. هیچ کاری 110 تا نماینده چی کار کردن مگه برای ترک ها در ایران که مثلا 2 تا کرد از اورمیه برن بدن اورمیه کردستانه؟ نه اینجوری نیست عزیزان. این بدوستان کردها یه چیزی به کردها یه چیزی میدن، از اونها سوء استفاده میکنن. قرار شده بر اساس اینکه حالا قبل از عید هم ترکها خواستار تجمع برای جشن بودن، هم کردها. برای ترکها ندادن، برای کردها دادن. چرا؟ چون که میخوان، ایران رسما اعلام کرده که میخواد از کردها بر علیه منافع ترکیه و سوریه، دولت جدید سوریه، سوء استفاده بکنه. خب برای این کار باید چیکار بکنه؟ باید براشون یه امتیازات بده. من شما رو به رسمیت میشناسم، شما بیاید اینجا در مقابل ترک‌ها ما میذاریم شما در اورمیه بیاید آتش بازی بکنید و جشن بگیرید و نمیدونم حالای بکنید و اینها قدرت نمایی بکنید در مقابل ترک‌ها. یه بازی سیاسی برای کردها، برای اینکه بتونن یه 10,000 نفر 20,000 نفر از کردها رو بفرستن یا سوریه یا ترکیه، داخل ترکیه و احتمالاً آذربایجان شمالی، جمهوری آذربایجان. این احتمالش خیلی زیاده، برای اینکه ایران فکر میکنه تنها جایی که زورش از نظر نظامی ممکنه برسه جمهوری آذربایجان هست. به عرب ها نمیتونه حمله بکنه مستقیم. حالا مثلا یمن یه موشک بزنه یا چند نفر تروریست برن یه موشک بزنن یه چیز دیگه است، اما برای آذربایجان احتمالا میگه حالا این از روسیه یه مقدار جدا هست، نمیدونم از جزو اروپا و چیز نیست، ناتو نیست، احتمالا بخواد حمله بکنه. حالا کاری به این خیلی نمیخوام در اینجا برم. از اون طرف دولت خواست ترک ها رو در مقابل کرد ها قرار بده در ایران. اصل سیاست این بود که این جنگ چیز رو تشدید بکنه، نفرت از ترک ها رو تشدید بکنه تا بتونه از کردها بر علیه ترکیه استفاده بکنه. حتی الان یه مدتیه نزدیک 2-3 ساله که شاه اسماعیل گرایی، صفوی گرایی، شیعه گرایی رسمی دولتی به سیاست ایران افزوده شده. داره تلاش میکنه که آقا ما در مقابل ترکیه میستیم، ما جنگ چالدران رو داشتیم و فلان و بهمان. میخوان چیکار بکنن؟ میخوان ترک های داخل ایران رو بر علیه جهان سنی به خصوص ترکیه و چیز بکنن و آذربایجان به هیجان بیارن، تهییج بیارن. حالا من شخصا نظرم بر این بود که در هر حرکتی که دولت تشکیل اون، ببینید در هر حرکت سیاسی و غیر سیاسی که تشکیل اون حرکت یا جنبش یا هر چی که اسمشو بذاریم، تشکیلشو ما دستمون نباشه، برنامهش رو ما خودمون ننویسیم، یعنی ملی های آذربایجان، ملتچی های آذربایجان، منظورم ملتچی های آذربایجان هستش. مادامی که برنامه ها رو خود ما اجرا نکنیم، مادامی که نتونیم اهداف اون برنامه رو و از اون برنامه چی میخوایم بیاد بیرون، یه قطعنامه هر چی میخواد بیاد بیرون، اونها دست ما نباشه و دیگر جوانب قضیه دست ما نباشه، از جمله اینکه مثلا شعارها دست ما نباشه، اینکه کجا جمع بشیم، چگونه جمع بشیم، چگونه مدیریت بکنیم. مثلا مدیریت برنامه به جای اینکه پلیس باشه به عهده اینها باشه، فعالان ملی یه بازوبند مثلا میبندن یا یه شونه بند میبندن یا یه گل سینه میبندن، یه دستمال میذارن رو جیبشون، مثلا میان میگن آقا این انتظامات از طریق اینها خواهد بود، به مغازه ها، به خیابان، به چیز آسیب نخواهد رسید، شیشه ای نخواهد شکست، به کسی حمله نخواهد شد. این رو به عهده خود ترک ها میذارن، خود این جمعیت میذارن بدون دخالت نیروهای دولتی. اینا میرن برنامه رو انجام میدن، کاراشون انجام میدن، تبدیل میشه به یک میتینگ سیاسی یا به یک میتینگ هر چی که میخوان، اونو خودشون انجام میدن. دیگه نیازی نداره نیروهای دولتی اینو بیان بگن که آقا
ولی در ارومیه اومدن امام جمعه و یکی دوتا از نمایندگان گفتن آقا ما جمع میشیم در روز وفات حضرت علی علیه السلام و در اصل نیت اینها این هستش و بود که به جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکیه حمله بکنن و اینها رو محکوم بکنن و یک زمینه ذهنی در افکار عمومی آزاد بکنن که آقا ما ممکنه که وارد جنگ با اینها بشیم و اینا ترک ها با ترکیه مخالفن، ترک های ما با ترکیه مخالفن، با جمهوری آذربایجان مخالفن و آماده جنگن. ما میخوایم صفوی دوباره یک شاه اسماعیل بیاد، اون شاه اسماعیل هم قاعدتا خامنه‌ای خواهد بود یا هر کسی که دولت ایران تعیین بکنه و این میتونه با ترکیه وارد جنگ بشه. این برنامه بود که اونها برای ما چیده بودن و من شخصا گفتم یا این برنامه مدیریتش باید دست ما باشه یا وقتی دولت داره یه برنامه رو اجرا میکنه ما باید بتونیم این برنامه رو به نفع خودمون برگردونیم. حالا طبق ویدیوهایی که من امروز دیدم، خب امروز کانادا خیلی وقت نیستش که امروز آغاز شده، البته الان 12:16 هستش و ویدیوها نشون میده از زاویه فعالان ملی، یعنی دوربین های فعالان ملی در هر کجا هستن نشون میده که این حرکتی که تهران و فارس‌ها میخواستن در میان ترک‌ها ایجاد بکنن و یه نفرتی رو، یک نوع افتخار به ترک بودن صفوی در مقابل ترک‌های دیگر ایجاد بکنن، این شکست خورده. و من حالا در یکی دو روز گذشته چند تا شاعر خانم رو دیدم که شعرهای بسیار زیبایی که نیاز جامعه ماست رو دارن نوشتن و دارن میخونن. خیلی لذت بردم و نوشتم که من انصاف علی هدایت واقعا افتخار میکنم که در یک چاقی از تاریخ زندگی میکنم، یک مقطعی از تاریخ زندگی میکنم که دختران و زنان ترک اون شعرهایی میگن که گاهن فکر میکنم مردانش توانایی نه سرودن دارن نه جرأت خوندن. این که افتخاره برای من که در یک چنین زمانی زندگی میکنم و این نشان از آینده ای متفاوت است برای ترک ها. دوم این که امروز این حادثه ارومیه رو دیدم که دوستان، خانم ها، آقایون، دختران ترک آذربایجان ویدیوهایی گرفتن دارن نشون میدن که مردم چه شعارهایی میدن و این شعارها از دست رژیم بیرون اومده. اونجا هیدر گفته میشه، نمیدونم بعضی شعارهای دیگه، اما اینهایی که من دیدم، این ویدیوهایی که الان در دیده میشه، اکثریتش 90% ویدیوهایی که طرفداران حقوق ملی حاکمیتی ترک ها تهیه کردن فرستادن و برای این حقوق می جنگن. در مقابل ویدیوهایی قطعا وجود داره که دولت مرکزی سازماندهی کرده، شعارهای دولت مرکزی رو دارن میدن. من هنوز اونها رو ندیدم، الا یکی دو تا ویدیو و عکس دیدم که مثلا اونجا از صفویه صحبت میکنن و نمیدونم از هیدر و از ایران و از این حرفا. ولی خب قطعا اونها هم هست. ولی یه چیز دیگری که دیده شد این بود که هیچ پرچمی در اونجا نبود. این هم یه علامت جدیده، یعنی هیچ پرچمی اونجا، یعنی منظورم پرچم ایران در اونجا حمل نمیشه. این هم یک چیز هست، یک پیشرفته. در حقیقت من نتیجه بگیرم و این قسمت از برنامه رو تموم بکنم، به نظر من آذربایجان از نظر تئوریک و از نظر آگاهی و شعور ملی حداقل 50% جمعیت با سواد و بی سوادش به این نکته رسیدن که آذربایجان به عنوان یک سرزمین و ترک ها به عنوان یک ملت یه حقوقی دارن و به این حقوق آگاه شدن.
لذا از اون چیزی که در 100 سال گذشته به ما تلقین کرده بودن از اون جدا شدن، یه تافته جدا بافته آگاه شدن و این باعث افتخاره. من باز افتخار میکنم در عصر و زمانه‌ای زندگی میکنم و به این ملت تعلق دارم که این ملت به تقاضای دولت با برنامه دولت رفته، اما تونسته کودتای داخلی فکری بکنه و اون رو تبدیل بکنه به نفع خودش. سرخم میکنم به این ملت، افتخار میکنم به این ملت، افتخار میکنم که ترکم، افتخار میکنم که پانترکم. خب پانترک اتهام نیست، پانترک یک افتخاره. یه مثال اگه برای شما بگم، ببین آمریکا الان میگه که ترامپ اومده این آمریکایی بودن رو داره پمپاژ میکنه، برای اینکه اصلا پان امریکن به مفهوم یونایتد استیت of امریکا، دولت‌های متحده آمریکا، یه پان بودن افتخاره. برای همین میگه کانادا باید به من ملحق بشه، نمیدونم نیوزلند باید به من ملحق بشه، نمیدونم پاناما باید اینجوری بشه، ایران باید اینجوری بشه، اونجا باید اینجوری. پمپاژ میکنه این چیز رو، پان بودن رو، که شما مشخصتونه این. یعنی اگه شما ملت خودتون رو عاشقش باشید، در راهش بخواید خون بدید و خون بگیرید، بکشید و کشته بشید، این یه هویت ملی و آینده شما رو تضمین میکنه. اگر شما پان نباشید یعنی که بی تفاوت هستید، مثل سیب زمینی که نمیتونه موضع گیری سیاسی داشته باشه. شما پان نباشید موضع گیری سیاسی میگیرید. در مقابل شما پان فارسا وجود دارن، پان کردها وجود دارن، پان ارمنی ها وجود دارن، همسایه های شما هستن. شما باید در اینجا برای اینکه بتونید زنده بمونید و قتل عام نشید، باید در پان بودن اصرار بکنید، رادیکال باشید. تا مادام که رادیکال نباشید نمیتونید با دشمنی که داره رادیکالانه با شما رفتار میکنه مقابله بکنید. کسی که سلاح به دست گرفته با شما میجنگه، شما نمیتونید گل بدید بهش. در هیچ جنگی در هر جنگی دو تا راه داره، یا تسلیم یا جنگ. اگه تسلیم بشید احتمالا به شما گل میدن، خب تسلیم شدید، نیروی اون نظامی اون یا نیروی اقتصادی اون ضربه ندیده، خب میاد یه چند میلیون دلار هم خرج شما بکنه، مشکلی نیست. به هر حال شما تصمیم شدید، خودی از منابع شما، از جیب شما همه اینا رو در میاره، گل هم به شما میدن. اما اگر شما بجنگید اون وقت دیگه میتونید زنده بمونید. ولی نجنگید، که ما در تاریخ بارها نجنگیدیم متاسفانه. در تاریخ 100 سال گذشته حاضر نشدیم خون بدیم و جان دشمن رو بگیریم، متاسفانه اشغال شدیم. اول سرزمینمون با قدرت نظامی اشغال شد، بعد مغز ما اشغال شد، بعد سرمایه های ملی ما، سرمایه هایی که پسنداز کرده بودیم، سرمایه هایی که از نظر بازو و کار داشتیم، سرمایه مغزی که تحصیلات کرده بودن، تجربه داشتن، همه اینها از وطن خارج شدن. روستاهای ما در عرض چند سال، شاید در عرض 10 سال، روستاهای ما خالی از جمعیت شد. این نتیجه اون اشغال بود، هست. به هر حال من هنوز اون بخش دوم این راهپیمایی که دولت مرکزی ایران، فارسا در آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل و زنجان میخواستن بذارن و ندیدم. نمیدونم در تبریز چه خبر بوده، نمیدونم در اردبیل چه خبر بوده، زنجان، تهران اومدن بیرون یا نه، یا چقدر اومدن، یا چقدر تحت تاثیر سیاست‌های دولت ایران قرار گرفتن، چه شعارهایی رو دادن. این طرف قضیه رو هنوز ندیدم، ولی ارومیه رو دیدم. ارومیه با این حرکتی که مردم انجام دادن، صدها هزار نفر دارن راهپیمایی میکنن، شعار میدن
و هزاران نفر در آن در حاشیه خیابان‌ها دارن فیلم میگیرن. این فیلم ها میاد به نظر، به هر حال به زودی میاد و ما یک وضعیت جدیدی رو در آذربایجان شناسایی خواهیم کرد. آذربایجان یه نقطه جدیدی رو، یه تحول جدیدی رو داره چیز میکنه و این نشون میده که آذربایجان از نظر ترک‌ها، از نظر سیاسی، از نظر آگاهی، از نظر هویتی خودشون رو از ایران بریدن و به جهان ترک وصل شدن. یعنی در شعارهایی که تا الان دیدم و شنیدم، هیچ شعاری بر علیه آذربایجان و بر علیه جهان ترک و اینها نیست و این خیلی عالیه، خیلی عالیه. تبریک میگم. اینکه بتونیم برنامه دولت رو از دستش بگیریم و به نفع خودمون مصادره بکنیم، این خیلی عالیه، خیلی عالیه. قبلا دولت یه کاری رو میکرد، یه اشتباهی رو میکرد، ما بر اثر اون اشتباه مردم ما میومدن خیابون اعتراض میکرد. الان نه، الان این قوه ابتکار رو داشته که میگه من میتونم از دست دولت این برنامه رو بگیرم و این خیلی خوبه. متشکرم، تبریک میگم، افتخار میکنم به شما. امیدوارم که این حرکت ادامه داشته باشه. امیدوارم که دشمنهای ما پیام این حرکت رو گرفته باشن. امیدوارم دولت مرکزی دیده باشه که نتیجه انتخاباتش و امتیاز دادن به کردها در ترک‌ها چه چیزی رو ایجاد میکنه. من با اجازهتون برنامه رو اینجا قطع میکنم. از 9 تا 1-2 دقیقه دیگه دوباره میام با برنامه مهندسی، چون سیاسی شد نمیخوام این باشه، مهندسی جهل. متشکرم و به امید دیدار.